در مورد برس زدن بچه ها سگاتون میخواستم براتون یه توضیح بدم. برسی که انتخاب میکنین خیلی مهمه، چون این سگایی که موهای بلندی دارن، پشمالو هستن مثل نژاد پامر، موهاشون احتیاج به مراقبت بیشتری داره. اون برسایی که سیمای کوتاهی داره و یه مقدارم سرش کجه، اونا که اصلا مناسب نیست، برای اینکه دونه هاش کنده میشه و به مرور ایام اصلا نصف برس میبینید دیگه سیم اصلا بهش نمونده. این برس پلاستیکیه که من توی حمام از این استفاده میکنم، ولی این کافی نیست برای سگایی که موهای بلندی دارن. این اصلا کافی نیست. یه بار با این برس پلاستیکی همه موهاشون رو میکشم، در واقع یه جور ماساژه برای پوستشون که موی بهتر و زیباتر و درخشانتری رو بده. همه جا رو میکشم، مخصوصا زیر گوشاشون خیلی مهمه، چون معمولا اینجا خیلی مو پت میشه. یه بار با این برس پلاستیکی میکشم همه تنشون رو، بعدم یک بار دیگه با این شونه میکشم که پت شدگی های موهاشون رو بتونم رفع بکنم. برای نژادهای پشمالویی مثل پامر خیلی لازمه که عمق موهاشون شونه و برس کشیده بشه. خیلی از اوقات موهاشون به صورت گلوله شده باقی میمونه و ما چون سطح موها رو نگاه میکنیم متوجه نمیشیم که موهای پت شدگی یا نمد شدگی دارن. مخصوصا زیر گوشاشون خیلی احتیاج داره که چندین و چند بار عمیقاً زده بشه. حالا یه نوبت تمام بدنش رو و تمام موهاش رو با این شونه میزنم. موی دومشون مخصوصا خیلی مراقبت میخواد. یه سری موهایی هست که دیگه موی مرده در واقع حساب میشه، حتما باید اینا رو بکنیم از بدنشون جدا بشه، نمونه روی بدنشون. کشیدن شونه و برس خیلی مهمه که یه کاری بکنیم که هم صاحب هم خود سگ لذت ببره از این دقیقه ها. وقتی که خوب شونه و برس رو به همه جا کشیدین، یادتون باشه که زیر شونه هاشون، زیر بازوهاشون رو یه بار چک کنید. اگر سگی دارید که میبرید بیرون، میبرید پارک، میبرید تو فضای باز و سگای دیگه میان، خیلی احتمال داره که حشراتی مثل کنه و کک از این سگ به اون سگ انتقال پیدا بکنن. برای همین حتما اگر هفته 3 روز برس میزنید، شونه میزنید، این قسمت ها رو، کشاله رانشون رو و زیر بازوهاشون رو چک بکنید که حشره، کنه، چیزی اینجا لونه نکرده باشه و خون سگ رو میمکه. برای کک هم قشنگ این مو رو بالا بزنید، پوستش رو نگاه بکنید، قانع نشید به نگاه سطحی، حتما پوستش رو نگاه کنید، دور گردن مخصوصا شونه های سگ، که یه وقتی ککی چیزی اونجا نرفته باشه و خیلی سریع تکثیر میشن ککا. من اینجای دومش رو گرفتم، نمیذارم دردش بگیره بعد دفعه بعد دیگه خیلی راحت نمیشینه که من بخوام اینطور با آرامش موهاشو شونه و برس بکشم. مبارزه با ککم بعدا من باز یک ویدیو میذارم حتما که چه کار کنید که اگه یه وقت سگتون کک گرفته بتونید سریعتر معالجه کنید.